رستم ممجانوی 59 ساله ماه مارس سال روان از سوی مأموران کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده است. اتهام اساسی نسبت او پهن کردن نوارهای سخنرانی شراف‌الدین گدایف یکی از فعالان مخالفین می باشد. هرچند وکیل دفاع باور دارد که ممجانوف از ندانستن قاعده استفاده فیسبوک این کار را کرده و تا بازداشت پشیمان شده بود. با همین شبکه نقطه شبکه تلفنی میگافون رفته با کی پیشنهاد میکنن که همین سایتی که خارج کنن. خیلی کارگران که توصیه میکنن اجرا میکنن چی خارج میکنن. بعد 2 روز با همون پیدا میشد. باز میبیان بر همون نقطه تلفن موبایلی میگافون شرکت میگافون باز همین میکنن که و پروگی خارج که اگر که در حالتی که شما نخواهید هم صحبت شدن دیگر همین تگمچه زیرین رو وای میکن زیر میکنید و نیست میشه. شراف‌الدین گدایف که حالا در اروپا پناهنده است گفت رستم ممجانوف را نمیداند. شبکه یوتیوب در برنامه‌های ما از 3000 تا 10000 شنوندگان لایک میگذارند. معین کردن شخصیت آنها امکان ناپذیر است. رستم ممجانوف یک از تأسیس دهندگان حزب دموکرات در ولایت سوغد در سالهای 90 می باشد. با کمک او حزب دموکرات در دوشنبه و خوجند صاحب دفتر کاری شده بود، ولی حالا در پرونده او به تکرار آمده است که ممجانوف 1 سال اخیر عقیده های گروه های مخالفین در خارجه را در فیسبوک تبلیغ کرده است. وکیل دفاعش تلاش دارد که این اتهام را رد و بیگناهی ممجانوف را اثبات کند. حکمی نادلانه سودی روزی نمی باشیم و شکایتی کاساتسیونی منظور سودی بالایی همه وجه‌هایی که ممکنه بنابر من فکر میکنم که عموما در حرکت های ممجان رستم احضای ماده 307 نشانه که آمده است که وقتی که شخص قطعاً از صادر کردن جنایت دست میکشد خب و باعثی از جوابگری جنایتی آزاد شدنی گمبار شده عبدالشوان نمیشود. رستم ممجانوف یگانه نفری نیست که برای لایک گذاشتن یا بازنشر مطالب در فیسبوک زندانی می شود. سالهای قبل نیز چندین نفر به آن خاطر زندانی شدند که به گفته مقامات در زیر نوار سازمان‌های ممنوع لایک گذاشتند. سازمان‌های حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان برای این کار انتقاد کردند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.